آموزش وزن شعر به زبان ساده، جلسه 4، بخش 3. تقطیع کلمات تشدیددار. همونطور که میدونید وقتی یک حرف در یک کلمه 2 بار تکرار میشه، اون حرف رو 1 بار مینویسیم و یک علامت تشدید بالاش میذاریم. حالا موقع تقطیع باید همین کار رو برعکس انجام بدیم. یعنی تشدید رو دیگه در نظر نمیگیریم و اون حرف رو در تقطیع 2 بار ازش استفاده میکنیم. سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد. به تقطیعش دقت کنید که حد دش تا کجا باشد.